تو فکر میکنی میتونی از یه دختر 4 ساله و یه پسر 8 ساله مراقبت کنی؟ بله میتونم. اگه 2 سال دیگه شوهر کنی تکلیف اونا چی میشه؟ شوهر نمیکنم تا کی؟ تا وقتی که اونا بزرگ شن. پول از کجا میاری؟ هم عموم میده هم خودم تو خونه کار میکنم. تو خونه چی کار میکنی؟ عروسک میسازم مثل بابا. بابات معتاد بود؟ بله. چی میکشید؟ تریاک. گوشت کیلو چنده میدونی؟ چه گوشتی؟ خب چه گوشتی؟ گوشت گوساله، گوسفند، مرغ. چی بلدی درست کنی غذا؟ خورشت بادمجون، کتلت، کوکو، ماکارونی. میدونی قیمت سکه چنده؟ نه نمیدونم. تو اگه فقط 50,000 تومان پول تو جیبت باشه تو خیابون رد بشی 2 تا دست فروش ببینی که یکی عروسک میفروشه یکی نخود لوبیا، کدومو میخری؟ من عروسک میخرم. عروسک میخری؟ آره، اگه دست فروشش دختر باشه عروسک میخرم. چرا؟ چون خودم دست فروشی کردم، عروسک فروختم. میخرم ازش، اشکال نداره. فردا صبح برو بهزیستی، حکمتو میفرستم اونجا. میدم به این بچه ها رو. صبح برو بهزیستی. ممنون.